در ناحیه وسیع در همکاری با ریاست کشاورزی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و مسئلات متخصصان ساحه کشاورزی در جماعت دهات گلستان از روزهای اول ماه اپریل شروع نموده کشت پنبه‌دانه با سرعت ادامه دارد. این نوارها در زمین‌های خواجگی تخم پروری هولبوک ثبت گردیدند. متخصصان ساحه کشاورزی ناحیه در این روزها در پهلوی دهقانان ایستاده برای گذراندن کشت خوشصفت و اجرای دورنما به خواجگیداران مصلحت‌های مفید می‌دهند. امسال موافق دورنما در ناحیه وسیع کشاورزان یاد دارند که در میدان 8000 گکتار کشتی پخته گذرانند. البته ما با دهقانان و خواجگیداران البته توصیه داده ایم که برای کشتی پخته را در مهلت‌های خوبی اگرتکنیکی براه مانده از تخم خوشصفت البته استفاده برند. در ناحیه زیاده از 82 تا تخم پوشک‌های پخته فعالیت دارند که از این در حالت آماده کار باشد. 81 تاش قرار دارد البته تکنیکا میرسد تخمی و ذخیره کرده شدگیان. البته نیاز داریم که در مهلت‌های خوبی و اپتیمالی کشتی پخته را به انجام رسانیم. در این خواجگی دهقانان مقصد دارند که زمین را ثمرناک استفاده نموده حاصل خوب به دست بیارند. برای این همه تدبیرهای کارکرد زمین را سریع وقت گذرانیدند. در موسم کشتکاری پخته از تکنیک و ماشین آلات‌های کشاورزی درست استفاده نموده ایستادند. موافق دورنما امسال در جماعت دهات گلستان 1300 گکتار به نقشه گذاشته شده است. حاضر کشتی پخته نقل رفته است. در صحرا 10 تخم پوشک کار کرده ایستادند. حاضر باشد خواجگی تخم پروری هولبوک یا کشتی پخته در خواجگی رفته ایستاده است. این سال نقشه دارد در میدان 80 گکتار کشتی پخته گذراند. طبق اطلاع متخصصان در ناحیه وسیع وابسته به اقلیم و وضع مساعد حرارت خاک زمین با استفاده از وقت مساعد در منطقه‌ها کشت پنبه‌دانه گذرانیده می شود و این تدبیر طبق نقشه پیش بینی شده پیش از مهلت اجرای دورنما را تامین می سازد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید.